بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وإمام الموحدين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوستای عزیز، برادران و خواهرای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در زمان ما و شما زندگی میکنیم که عالم حقیقی وجود ندارن، یا اگر هم باشه معروف و مشهور نیست. در حقیقت عالم به کسی گفته میشه که به کتاب الله و سنت رسولش صلی الله علیه و سلم دانا باشه و از فهم صحابه و علمایی که از اونها به نیکی پیروی کردن تابعداری بکنن. فرق نمیکنه که مشهور است یا غیر مشهور، چون هدف از یادگیری علم رضایت الله سبحانه و تعالی است. از او خاطر سلف به کسی عالم میگفتن که او شخص از فهم صحابه و علمای بعد از آنها به نیکی پیروی کرده باشه و بدعت را در دین نیاورده باشه، اگر که صاحب تصانیف کتاب ها نباشه. چنانچه امام بربهاری رحمه الله میفرماید: "واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وانما العالم من اتبع العلم والسنن، وان كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وان كان كثير العلم والرواية والكتب." بدان الله بر تو رحم بکنه که علم بر روایت زیاد و نوشتن کتاب ها نمی باشه. علم نیست که کسی کتاب های زیاد نوشته بکنه و روایات زیاد را نقل بکنه، لیکن عالم کسی است که از کتاب و سنت پیروی بکنه، اگرچه که علمش کم باشه و کتاب کمتری نوشته باشه. و اگر کسی با کتاب و سنت مخالفت کنه، پس او بدعتی است و مبتدی است، اگر که روایت های زیاد را نقل کرده باشه و کتاب های بیشماری را نوشته باشه. الله اکبر. امروز ما حقیقت سخنان امام بربهاری رحمه الله را میبینیم. کسانی امروز به عنوان علما در این امت مشهور شدن که واقعا کتاب‌های زیاد نوشتن. اگر تصنیفاشون ببینیم، کتاب‌هایشون ببینیم، بسیار زیاد است. لیکن اگر واقعا ببینیم که آیا از منهج صحابه پیروی کردن یا نه، آیا از ملت ابراهیمی که الله تعالی بر ما او ملت ابراهیمی را لازمی قرار داده بود، آیا از پیروی کردن یا نه، میبینیم که نه، نکردن، بلکه خلاف ملت ابراهیم علیه السلام رفتن، بلکه خلاف منهج صحابه و تابعین رفتن. لیکن امروز به صفت علما مشهور میشن، به صفت شیخ فلان و شیخ فلان مشهور میشن. اما کسی که از سنت پیروی کردن، تابعداری سنت کردن و سنت زنده کردن، به منهج صحابه پیش رفته، به ملت ابراهیم علیه السلام پیش رفته، امروز مردم اونها را نمیشناسن. خیلی غریبن، مردم اونها را نمیشناسن. این واقعیت است. چنانچه یونس ابن عبید رحمه الله میگه، تابعی جلیل القدر، زمان شده که دین غریب شده. میگه کسی که سنت معرفی میکنه و غریب است، و کسی که او سنت قبول میکنه میگه و اغرب، میگه غریبتر از است که سنت قبول میکنه. الله اکبر. یعنی اونا در زمان خود، زمان تابعین، میگفتن که دین غریب شده و سنت غریب شده، کسی سنت قبول نمیکنه. حال ما رو امروز ببینن که در چی سرحد قرار گرفتیم. کلمه حق کسی نمیشنوه، کلمه حق کسی نمیشنوه، حاضر نیست که بشنوه. و مردم دوست دارن علم از کسایی بشنون که آنها صاحب شهرت باشن، یا ای باشه که سند دکترا و ماستری از این پوهنتون هایی که امروز جامعه هایی که در دنیا می باشه از اینا داشته باشن. همین قسم قوام سنت الاصفهانی در کتاب الحجه فی بیان المحجه می فرمایم: اهل سنت گفتن علم بر روایت های زیاد نمی باشه. علم یعنی پیروی و استعمال که به صحابه و تابعین اقتدا شود، اگر که علم اندکی داشته باشه. و اگر کسی با صحابه و تابعین مخالفت کنه او گمراه است، اگر که علم زیادی داشته باشه. و این سخن قوام السنه و سخن امام بربهاری، اینا سخن نیست که از پیش خود گفته باشن، و این حقیقت مسئله است. حقیقت همین قسم است که چون همون علمی پسندیده می باشه که الله راضی شود، علمی که در او رضایت رحمان سبحانه و تعالی نباشه، در حقیقت صاحبش مثل خری است که کتاب‌ها را حمل میکنه، یا به اعتبار دیگر بگم مثل اولاغ است که کتاب‌ها را حمل میکنه، یا همانند سگی است که پارس میزنه. الله تعالی در کتابش حالی طایفه را در دو آیت از کلام پاک خود بیان کرده: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال کسانی که به تورات مکلف شدن، یعنی باید تورات میگرفتند، یعنی عالمان تورات بودن. الله تعالی میگه ثم لم يحملوها، آنگاه آن بر نداشتند، یعنی حقش ادا نکردن. مثال از اونها چی است؟ که مثل الحمار يحمل اسفارا، همچون خری است که کتاب‌های را حمل میکنه اما از او چیزی را نمیفهمه. خر که کتاب‌ها را حمل کنه برای چیز سود میرسه؟ نه. عالمی که کسی که علم آموخته لیکن به او عمل نمیکنه، مثل همون خری است که کتاب حمل میکنه. الله اکبر.
این اصطلاحی است که الله سبحانه و تعالی به اینا به کار برده. این اصطلاحی است که الله تعالی به کار برده. ما به کار نبردیم کسی بیا ما را بگه شما بیادب هستین، گستاخ هستین. و الله تعالی در آیه دیگر خود از بلعم ابن باعوره یاد میکنه که او صاحب علم بود و دعای مستجاب بود که دعایش استجاب میشد. الله تعالی گفته است ما به او علم داده بودیم، لیکن زمانی که از شیطان پیروی کرد الله تعالی علم از او گرفت و او را در کلام پاکش به سگ تشبیه کرده. در سوره اعراف الله تعالی میفرماید فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. پس مثل او چون مثل سگ است که به او حمله کنی زبان از دهن بیرون میاره و اگر او را به حال خود واگذاری باز هم زبانش از دهن بیرون میاره. و این حال کسی بود که علم داشت و دعایش قبول میشد. الله تعالی به علم شهادت داده، اما امروز کسانی در مسائل شرعی سخن میزنند که اصلا اهلش نیستن و از این مسائل خیلی دورن. در حقیقت مصداق همون حدیث رسول صلی الله علیه و سلم هستیم که فرمودن علم با مرگ علما برداشته میشه. مردم رؤوس جهال برای خود راهنمای دین میگیرن در حالی که خودش گمراه است و مردم هم گمراه میکنن. علمای زیادی در این امت گذشتن که صاحب تصانیف و روایت های زیادی نبودن، لیکن چون از داعیان به سنت بودن اهل سنت اونها را به صفت علما میشناسند. مثل امام بربهاری که قولش نقل کردیم، در حقیقت او صاحب تصانیف و روایت های زیاد نیست، اما چون در مقابل اهل بدعت ایستاد شده با فهم سلف پیش رفته او را به صفت امام از امامان امت میشناسند. همین قسم عبدالوهاب الوراق رحمه الله که در زمان امام احمد بود، از امام احمد پرسیدن که بعد از تو سنت از چی کسی بگیریم؟ منظورشان سنت یعنی عقیده از چی کسی بگیریم؟ امام احمد رحمه الله میگه که از عبدالوهاب بگیرین، او امام است و مرد صالح است. مردم در فتنه ها متزلزل شدن اما او پابرجا بود. این سخنان امام احمد در مورد عبدالوهاب است. او را امام و مرد صالح میخواند، در حالی که روایاتی که از نقل شده بسیار کم است، لیکن امام احمد او را لقب امام میته. پس معلوم میشه عالم کسی است که از منهج صحابه پیروی کنه، اگر که صاحب تصانیف و اهل شهرت نباشد. و امروز دعوادارای اسلام علمای امت نمیشناسند، بلکه کسانی را از امامان امت فکر میکنن که شرک کفرشان تمام آفاق گرفته. از این خاطر تصمیم گرفتیم که کتب علمای سلف ترجمه و شرح بتیم تا مردم کمبودی علما را حس نکنن. از جمله علمای امت که در اواخر قرن سوم هجری بود امام ابو عبدالله عبید الله ابن محمد ابن بطه العکبری الحنبلی است که از منطقه دجله عراق می باشه. در سال 304 هجری در خانواده علم متولد شد. پدرش از اهل علم و حدیث بود. بر او اجازه فراگیری علم داد که در بغداد بره و علم حاصل بکنه، در حالی که عمرش از 10 سال نگذشته بود. او در اونجا درس میخوان. سپس برای طلب علم به سرزمین های زیادی از جمله مکه و ثغور و بصره و سایر سرزمین ها سفر کرد و از ابی بکر احمد القطعی که متوفی 368 هجری است و ابی الفضل جعفر القافلانی که متوفی 325 هجری است و از ابی بکر احمد ابن سلمان النجاد متوفی 334 هجری که به شیخ عراق مشهور می باشه و ابی بکر ابن زیاد النیسابوری الشافعی که متوفی 324 هجری است و ابی القاسم البغوی صاحب تفسیر بغوی که متوفی 317 هجری است و امام ابی بکر الاجری که متوفی 360 هجری است و یحیی بن ساعد که متوفی 318 هجری است و محمد ابن مخلد العطار که متوفی 318 هجری است و امام ابی بکر عبدالعزیز مشهور به غلام خلال متوفی 363 هجری است علم فرا گرفت و شاگردان زیادی از خود به جا گذاشت و آثار علمی زیادی از او به جا مانده که میگن از 100 تصنیف زیادتر میشه که مشهورترین کتاب های امام ابن بطه رحمه الله الابانة الكبرى است که در 2 جلد می باشه و الابانة الصغرى و ابطال الحیل است که ما تصمیم گرفتیم کتاب الابانة الصغرى و را ترجمه و شرح مختصر بتیم. ابن بطه رحمه الله کتاب خود به 4 بخش تقسیم کرده که در بخش اولش احادیثی را از رسول صلی الله علیه و سلم و آثار سلف بر لزوم جماعت و فاصله گیری از اهل زیغ و نفاق و تفرق آوردن که باب بسیار مهمی می باشه که در از او احادیث را میاره و آثاری را از سلف میاره که جماعت محکم شویم، جماعت محکم بگیریم و جماعت معرفی میکنه که جماعت چی کسانی هستند. جماعتی که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن در حدیث که 73 گروه در آتش میرن مگر 1 گروه که جماعت هستند او را بیان کردن و آثاری را از سلف آورده
استدلالای از آیات قرآن و حدیث رسول صلی الله علیه وسلم کرده که باید از اهل زیغ، از اهل نفاق، از اهل بدعت دور باشیم که خیلی درسای مهمی می باشن. و در بخش دومی کتابش اعتقاد اهل سنت و الجماعه را آورده در اموراتی که علمای مسلمان ها بعد از رسول صلی الله علیه وسلم بر او اجماع کردن و بر هیچ کسی جهل و کوتاهی عذر شده نمیتونه، که خیلی مهمی باشه، بر هر مسلمان مهمی باشه که عقیده خود بدانه. و این کتاب در حقیقت کتاب مختصری است، کتاب کوچیکی هست که در بیان عقیده اهل سنت می باشه. خیلی مسائل گفته شده، الحمدلله. کسی کتاب صحیح بخونه انشاءالله به خیلی مسائل پی میبره و ما سعی میکنیم که در شرح کتاب که است مسائلی که لازمی و ضروری می باشه را بفهمانیم و نه بگوییم انشاءالله. و در بخش سومی کتاب بسیاری از واجبات و سنت ها و اخلاق و آداب آورده و چیزی که نیاز بیشتر برای هر مسلمان در امورات عباداتیش، در امورات زندگیش می باشه. و در قسمت چهارمی کتاب بسیار از بدعت هایی که در کتاب الله و اقوال سلف اصلی نداشت او را معرفی کرده که انشاءالله اونا را میاریم که بدعت های خوارج است، بدعت های قدریه، مرجئه، جهمیه و بدعت هایی که در زمان سلف بودن و امروز هم هستن. ابن بطه شیخ زاهد و عابد و احیا کننده سنت در زمانش بود. او رحم الله زمانی که کثرت اهل باطل دید از مردم اعتزال کرد، از مردم دور شد، هیچ کسی وی را در بازار نمیدید. یعنی علما میگن که 40 سال از مردم دور بود، کسی او را نمیدید، در بازارها نمیدیدن بغیر از اینکه در روزهای عید او را ببینن یا در روزهای جمعه او را ببینن. و این فعل باید امروز هر مسلمان انجام بده. والله امروز تمام مشکلاتی که موحدین دارن، تمام مشکلاتی که برادرای ما دارن، اگر از اونها پرسیده شود، یا از طرف فامیلشان است، یا از طرف اقوامشان است، یا از طرف این مردم مشرک است که در دور بر ما زندگی میکنن. و یقینا که اقوام ما کلشان مشرکین میباشن، توحید نمیدانن، در توحید جاهل هستن، اسلام نمیشناسن، کفر نمیدانن کفر چی است و فرق بین مسلمان و کافر آورده نمیتونن. و زندگی کردن با این مردم که بسیار سخت است، بسیار سخت است زندگی کردن با این مردمی. اگر با اینا در یک جا زندگی بکنی، آنها شب و روز کفر میکنن، شب و روز کلمات کفر از دهنشان بیرون میشه و بر تو لازمی است که در مقابلشان ایستاد شوی، کفرشان بیان بکنی. لیکن وقتی کفرشان بیان کردن نمیتونی، از ترس جانت یا مصلحت گفته یا چیز دیگه گفتن که اگر بیان بکنی واقعا در مقابل تو ایستاد میشن، و اگر بیان نکنی ایمانت میره. ان شاء الله در درسای بعد میای که در اونجا الله تعالی در قرآن میگه که فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الله تعالی میگه در مجلسی که استهزاء به دین میشه، کفر گفته میشه در مجلس، شما اونها با یک جا ننشینین. اگر نشستین انکم اذا مثلهم، شما مثل اونها میشین. اسال الله العافیه، الله تعالی عافیت ما بده. و این چیزی است که امروز بر هر موحد، بر هر سنی لازم و ضروری می باشه که تا از این مردم که از خود دور بگیرم، از این قوم مشرک و کافری که ما و شما داریم، از اینا باید خود دور بگیریم، اعتزال بکنیم، سعی بکنیم که در تنهایی زندگی بکنیم. عقیده سلف، کتاب‌هایی که از اهل سنت ماندگی است، از سلف ما ماندگی است، در قرن اول، دوم، سوم بودگی هستند، کتاب‌های از اونها رو تعقیب بکنیم، عقیده خود یاد بگیریم، بیاموزیم و رب خود به تنهایی عبادت کنیم و از مردم دور باشیم، از فتنه های مردم دور باشیم، از سخن مردم دور باشیم، سخن کسی را نشنویم. اگر به این قسم بودیم ان شاء الله این بر خیر دین و دنیای ماست. چه قسمی که امام ابن بطه رحمه الله 40 سال از مردم اعتزال کرد، همین قسم از سایر سلف ثابت شدگی است، از سایر علمای امت که در قرن دوم و سوم بودگی هستند، از اونها ثابت شده که از مردم به همین شکل دور میگرفتن. خدا در مناقب او میگن که همیشه روزه داشت جز روزهای عید فطر و عید اضحی، حتی در روزهایی که بسیار گرم بود او را در حالت روزه میدیدن. شیخ زاهدی بود، عابدی بود، شیخ صالح مستجاب دعوه بود. در حقیقت امام از امامان امت بود که از فهم صحابه و تابعین و علمای بعد از آنها به نیکی پیروی کرد. اگر کسی بخواه مکانت او را در سنت و علم بدانه، پس این کتابی که در دست داریم ما و شما میخوانیم، این کتاب از زیر بشنوه، بخوانه. و کتاب دیگه ای که امام ابن بطه رحمه الله داره، الابانه الکبری، و سایر کتاب‌هایی که از او بجا مانده اونا رو مطالعه بکنه تا شیخ رحمه الله رو بهتر بشناسن. کسانی هم بودن که به امام ابن بطه رحمه الله طعن زدن در زمان ما، مثل آلبانی خبیث که او در کتابهایش به امام ابن بطه رحمه الله طعن زده و او را از جمله غلات گفتگی است، استغفر الله و اتوب الیه، بلکه خودش یک جهمی مشرک کافر می باشن. امروز مردم کسانی به صفات علمای امت میشناسن که دشمنان الله سبحانه هستند، صفات الله را تعطیل کرده، توحید و الوهیت انکار کرده و توحید فقط در ربوبیت تفسیر کردن. و مثل نووی و ابن حجر و ابن حزم و فخر الشرک رازی و غزالی ملحد و باقلانی و ملا علی قاری و امثالش از این کفاری که
صفات الله را انکار کردن، لیکن امروز به صفات علمای امت مشهور هستند. الله اکبر. والله مصیبت بسیار بزرگ است، بسیار مصیبت بزرگ است که امروز مردم مشرکین به عنوان امامای امت میشناسند، لیکن امامای اصلی این امت، سلف واقعی امت نمیشناسند. الله اکبر. الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. و مردم امروز کسانی را به صفت علمای امت میشناسند که اونها عمل از ایمان جدا دانستند، به مثل ابو حنیفه و یارانش، لیکن کسی ابن بطال را نمیشناسند، لیکن کسی بربهاری را نمیشناسند، کسی دارمی را نمیشناسند، کسی آجوری را نمیشناسند، کسی امام خلال را نمیشناسند، کسی سفیان ثوری را دقیق نمیشناسند، کسی شافعی و مالک، منهج شافعی و مالک دقیق نمیدانند چی است. الله اکبر. الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. ابن بطال رحمه الله در سال 387 هجری به سن 83 سالگی دار فانی را ودا گفت و از خود ثمره علمی مفید به جا گذاشت که الحمدلله ما از استفاده میکنیم و الله سبحانه و تعالی او را مورد بخشش و رحمت خود قرار بده و ما را هدایت کنه و در هدایت ثبات بده. در این حلقه به همین قدر بسنده میکنیم. در حلقات بعدی مضمون کتاب ترجمه و شرح میتیم ان شاء الله. از برادرها و خواهرها ایره میخوایم که درس را به خونسردی تمام درس را تعقیب بکنن، درس را ببینن و ان شاء الله استفاده زیاد از درس ها خواهد بردن. مسائلی است که اصلا نشنیدگی هستن ان شاء الله میشنون، مسائلی است که شاید ندانن در خلال درس ها میدانن ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی همه ما را هدایت بکنه و در هدایت ثبات بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. آمین برحمته.